سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم یکی از خفن‌ترین و جذاب‌ترین موزه‌ای که توی استانبول میتونید بیاید. این موزه راجع به صنعت حمل و نقل مثل هواپیما، مثل قایق، لوکوموتیو، قطار و ماشین. و یه چیز خاصی که امروز هست اینه که برای امروز به مدت یکی دو ماهی هستش که یه سری ماشین‌های اسپورت و سوپر اسپورت آوردن توی نمایشگاه گذاشتن که خیلی‌ها مخصوص این ماشینا میان که فقط این ماشینا رو ببینن، یعنی بقیه موزه کار ندارن. سر همین این ویدیو رو از دست ندید، چون ماشین‌های سوپر اسپورت جز ماشین‌های خاصی هستن که توی دنیا وجود داره و حتما تا آخر ویدیو همراه باشید. بریم سراغش که تک تک قسمت موزه رو بهتون نشون بدم و بعد اون آخرش هم یه سورپرایز خفن راجع به ماشین واسهتون دارم. از این قسمت فقط شروع میشه. حالا اینجا فکر کنم بریم سراغ فضا مزاره اینا. بریم طبقه بالا. اینجا تلویزیونه. آقا اشتباه اومد، اینجا قسمت بچه هاست. تفریحات مخصوص بچه هاست، ولی یه هواپیما اینجا هست. واقعیه واقعا. آره اینجا اطلاعاتشو نوشته. یکی هم ته اینا جته اون نصفه جته. اینجا واسه بچه هاست. بریم پایین. اول از این قسمت رو شروع می‌کنه. اینا موتورهای بنزینی و بخاری هستن. از این قسمت کلا موتور و این داستاناست. جلوتر که میریم سراغ قایق و کشتی و در آخر ماشین سوپر اسپورت. حالا حتما باشید تا آخر ویدیو که اون قسمت‌های خفنم ببینید. ببینید همه اینا قسمت‌های موتورهای ماشین‌های بزرگی. ببینید اون طرف هم بریم اینا نگاه کنید. قطاره، سیستم داخلی قطار. یخچال و پشت لباسشویی هم رحم نکردن. پشت لباسشویی رو اینجوری کار می‌کنه. بس من نیدم داخل. واو. اونا که بندری میزنه قطعا این هست دیگه، میزنه بهش بندری میزنه. بچه‌ها یه تیکش چیز خاصی نداشت. بریم حالا جلوتر. جلوتر اونجا نشون میدم چیزای خفن‌تری داره. اوه این کلاه رو، کلاه غواصی، کلاه غواصی قدیمی. آره اینها ببین کلاه غواصی قدیمیه. اینا رو ندیدم من. اینجا هم هست. سنگینه با چوبه. یالا بریم اون سمت رو بهتون نشون بدم. بچه حالا اومدیم قسمت قطار. اینا میبینید کلی ماکت های قطار توره و الان میریم سراغش. ببینید چه جوری هم اصلا خیلی بزرگه. نگاه در ابعادی که در کنار منه خیلی بزرگه. این قیافش رو ماکت نمیخوره لامصب. نگاه کنید خیلی بزرگه، اصلا به ماکت نمیخوره. یه کارتونه بود ما اینو میدیدیم، چقدر شبیه اوناست. حالا اینا رو که فکر کنم واقعی اینا بچه جلوتر باشه. خب این بزرگا اینا جلوتر هستش اونجا، بدون بزرگش رو آوردن. ولی اینا یه کارتونه بود. یاد اون کارتونه افتادم که یه قطارایی بود بچه بودیم اون رو میدیدیم. حالا بچه ها نمیخوام پله پله کنم این بر اون بر بریم، همش صاف میخوام هر کدوم بهتون نشون بدم. الان ماکت های قطار رو که دیدید. خب بعد ماکت های قطار الان داریم میریم که فضایی که خود واقعیه. داریم میریم فضایی که خود واقعیشون هست. مردیم تا چی بگیم. و این هم فضای اصلی که همون ماکتایی که الان چند ثانیه پیش دیدید این هم واقعیشه. بچه‌ها ببینید گفتم اینا بغل آدم خیلی بزرگن. همونی که الان نشون دادم گفتم 5 تا آدم کنارش بد باشه واسه زغال سنگه. اینا نکن اینجاست. بذار بهتون نشون بدم. اینها بچه‌ها این داداشمونه. نکنید من کنارش وایسادم 3-4 تا من فکر کنم هم قد من
49 تاش اومده توی ترکیه، یعنی ساخت ترکیه نبوده. نوشته ساخت آلمان و پروسیه. حالا پروسیه رو الان نمیدونم چه کشوری میشه، حتما روسیه میشه، قبلا نمیدونم، ولی ساخت آلمان بوده به اصطلاح و حدود 49 تاش تو اون سالا اومدن و نوشته که طولش حدود 19 متره و وزنش 76 تونه. یعنی فقط این سر لوکوموتیو، حالا به بار اوناش کار نداره، فقط خود سرش چقدر گفتم 76 تونه. 76 تا اصلا فکرش هم میشه کرد و خیلی جالبه که الان بعد دادم سوال واسش میکرد این خودش 76 تونه. نگاه کنید این خودش 76 تونه چجوری این بار میکشیده، چه قدرتی داشته. حالا بریم بالاشو من بهتون نشون بدم. اینا رو من تنها شباهتی که میتونم بهش بدم شما بچه‌ها ببینید کجا ندیدید، فقط تو فیلم هاست، فقط تو فیلم‌های قدیمی که اینا رو درست کردن. اگه دقت کنید یکی همش از اینجا این لامصب میریخت تو این کار میکرد میرفت، سر همینه. این داشه اونم دستش به اونه، این داشه اونم بیل میزنه دیگه قبلا. حالا این داخل نمیدونم دیده میشه یا نه، ولی کلیتش اینه. یعنی من الان بالا وایسادم، نگاه کن چقدر ارتفاع بالاتریه و چند متر بالاتر از زمینه و ارتفاعش میده این کار میکرده. 76 تن فقط کله‌ایش. حالا حساب کنید بقیه‌اش چی بوده. خداوکیلی راجع به این موزه خیلی شنیده بودم که خیلی جای قشنگیه، میری کیف میده و اینا، ولی فکر نمی‌کردم اونقدر چیزای جدیدی داشته باشه که مثلا ندونم تا حالا ندیده باشم و الان اومدم اینجا اصلا کاملا تعجب کردم که اینجور چیزا اصلا چجوری من ندیدم. شاید خونده باشم خیلی جاها رو ولی اصلا ندیده بودم. مثلا همین تراموا رو نگاه کن، من این تراموا رو تا حالا اصلا هیچ وقت حالا ندیده بودم. من بریم داخلش رو بهتون نشون بدم. فرقی که داره یه قسمت مرکزی داره برخلاف بقیه و اینجاها ببینید یه تیکه جا داره، یه تیکه هم این ور داره نشد، دو تیکه بوده به اصطلاح. ببینید چه باحال بوده. این وسطش خالی بوده که از وسط در می اومده، بقیه جاها صندلی بود. این مثلا قسمت میگم اون هیچی نداشت. ببینید اینجا یه دو تا آیتم چیزی هست، اینجا هم قطعا راننده میشسته، اینجا از این جلو اینجوری ویو داشته. خب بچه‌ها این قسمت هم تموم شد، قسمت قطار و لوکوموتیو و چیز موتورهای بخاری که ازش استفاده میشد و الان میخوایم بریم سراغ هواپیما و کشتی‌ها. حتما تا آخر ویدیو باشید، از دست نرید ویدیو رو، چون آخرش ماشین سوپر اسپورت و اسپورت هستش که اونجا یه چیزایی هست خودم اولین بار تو زندگی میخوام ببینم و خیلی مشتاقم که شما رو توی صحنه شریک کنم و ببینید لذتشو ببرید. پس بریم سراغ آیتم بعدی، یعنی همون قسمت بعدی. بچه‌ها نسبت به کشتی و قایق و اینا هیچ انتظاری از من نداشته باشید، من هیچ اطلاعاتی ندارم. یعنی منم مثل شما اولین بار دارم میرم موزه‌ای که توش کشتی و قایق و اینجور چیزا که از 0 تا 100 نشون داده. حالا بریم تک تکشو با هم دیگه ببینیم. ببین از اینجا شروع می‌کنیم. اینجا قشنگ یه ماکتی که قبلا با چوب چجوری درست می‌کرده کشتی‌ها رو. این نوای حضرت نور اینا بود. این نمونه همونی که اونجاست. اینجوری درست شده. ببینید به این حالت درست میشه زیربندیش. این هم وسایلش بوده. حالا صدا شاید نیاد اینجا، یه اسپیکری چیزی هست تو سقف که صدا به اصطلاح اره کردن چوب داره میاد اینجا. اینم کشته واقعیه بچه‌ها. ببینید این چقدر زیر داشت، این چیه؟ یه ماکت لاکچریشه، آقای لاکچری قدیمی. البته این جدیدا هم خیلیشون اینجوری هم. حالا داخلش مثلا فرق داره تکنولوژی اینا، ولی داخل اینو کنید داخلش قدیمیه. این هم مدل های دیگه است، حالا کوچیک و بزرگ هست. نگاه کنید ویدیویی که چجوری میساختن زمان قدیم. ببینید این زمان قدیم چجوری میساختنش، چقدر قدیمی این فیلم ها. این مثلا به اصطلاح مدل های شیک‌تر و کوچیک‌تر. ببینید همه بیس کار یه چیزه ها، ولی فقط طرح و مدلاش فرق می‌کنه. یه زیاد اینجا نچرخه. این چیه؟ این جدید بود. این آقا بذار حرفمون بشینه بعد جدید بیاد. این سیستم موتور و این داستاناش بوده اینجا. این چقدر شبیه این چیزه،
این زغال سنگ کارتورا بود کار میکرد. قیافه اینو به بنزینی نمیخوره. تولیدات تکه انگلتره، داخل انگلستان خیلی مشهور بوده این. به تاریخی در تاریخ بچه 1888 این خیلی مشهور بوده. همین داداشا توماس شلبی ملی میشستن تو این صفحه میکردن. البته واسه اون قدیمی تر بوده، نمیدونم بود یا نه، ولی قدیمی تر بود. اینم ریوای که اونور دیدیم. این یه مدل قطعا سرعتیه بچه‌ها. این کارلو ریوا کلا چیزشه. اینم ریواست، حتی اصلا ریوا فکر کنم سه برنده است، نه مدلش. ببینید چقدر طولانیه پسر. این فکر کنم 6 متری باشه، 7 متری باشه. ببینید اینم مثلا یه دونه شیکتورشه. بچه دیدید اینم از قسمت قایقا بود. اینجا هم دیگه اطلاعات و تابلو و انواع پرهاش و اینجور چیزا رو زده. اینجا هم ماکت ها رو زده. نگاه کنید، اینم ماکت هاست. ولی نکنید در کنار من اینا خیلی بزرگن، یا شاید تو دوربین دیده نشه ولی واقعا بزرگن. یعنی قشنگ این صندلی که شما می‌بینید قشنگ 4 نفر اینجا جا میشن. اینجا راننده هم حساب کنید 4 نفر. داداش چجوری اینجا جا میشده؟ نکنید باش دیر نمیگرده به این تکون میخوره بسن. چیز عجیبیه دیگه آدم میبینه، ولی خیلی خوشگله. چه کیفیت ساختی داشتن به اصطلاح. حالا چوب ساعت اینجا بهتون نشون دادم. اینجا هم قسمت موتورا و قسمت تکنیسیان موتورا اینجا داستان هست. اینا ماکتای کوچولو موچولوشه. قسمت قایقاش این بود. بریم طبقه بالا، به احتمال زیاد طبقه بالا قسمت هواپیما و هلیکوپتر و اینجور چیزا باشه. بریم اونجا. فقط تا اینجا ویدیو امیدوارم لذت برده باشید کلی، ولی حتما ویدیو رو تا انتها دنبال کنید. مطمئنم اون سورپرایزی که واسهتون نگه داشتم پشیمون نمیشید. خیلی خفنه. میگم حساب کنید من خودم عشق ماشین اینجور چیزام. ببینید اون چقدر تاپه که دارم به شما میگم. سورپرایزیه که قطعا غافلگیر میشید. و الان اومدیم بالا. اینجا همش قایقه ولی قایقاش فرق داره. حالا بهتون نشون بدم. ببینید نگاه کنید، اینا همش قایقا به اصطلاح فکر کنم همه اینا دست سازن. اون چیزایی که پایین دیدیم قیافش به دست سازم باشه چند سال طول میکشیدن، ولی اینا رو مثل که خیلی سریع میشه درست کرد. ببینید اینم موتورهای مختلفشه. اینم موتورهای مختلفشه. اینم کشتیاش. اوه این چیه چقدر گنده بوده. اینجا نوشته خبرو مدل‌های مختلف رو چوب چجوری اینا درست میکردم. خوب میکنه آدم. اینم اسکلاس، ماکت اسکلا. ببینید و همه ماکت اسکلاس باشه. چه گوگوله این، چه گوگوله. اینم ماکت اسکله بزرگیه. این هم ماکت اسکله. این دیگه قیافه هاش به چیزی نمیخوره. اسکله رو خاصی واسه خودش. بچه داداش جیان کروک چقدر شبیه جیانه. بذاریم بکن کروکه. حالا بریم اون جلوتر. بچه جلوتر هم همونه دیگه به اصطلاح. حالا من زیاد با قایما حال نمیکنم، فقط پای تیکت نشون بدم بهتون که شما هم این طرفا رو ببینید، چون خیلی خودم عجله دارم برسم به قسمت چیز ماشینا، ولی قطعا بیرون هم قایق‌های بزرگتر هستش. سر همین میگم اینا مثل همن دیگه، ولی من باز به عشق همتون تک تک اینا رو نشون میدم که ببینید. ولی اینا چقدر سخت بوده. اینو خیلی واسه سواله که اینا رو فیلماشو بذارم یا اینکه خودتون تو اینترنت بزنید که ببینید که چجوری چوبو میبریدن، چجوری درست میکردن، چجوری سیقلش میدادن این شکلی میشده. ببینید اینم از این ماکت‌های خوشگل کوچولوشون. بچه الان قسمتی رسیدیم که قسمت یونیفورما و مدالا و افتخارات و
شمشیراست. شمشیر چاقو قمص چیه معلوم نیست. برای همه تمام افتخارات اینم عکساس بذارید من بهتون نشون بدم. تمام عکس‌های قدیمی مصطفی کمال آتاتورک اینجاست. اینا شاه ایران اینجا نوشته آتاتورک به ایران شاهی پهلوی birlikte بانندگی 29 حزیران 1934. ببینید چقدر قشنگ بوده. این عکس رو من اصلا ندیدم. ایران شاه پهلوی و آتاتورک بچه. نه فقط همین عکس واسه ایرانه. لذت بردم این قسمت دیدن رو کنید. استایلا پسر گنگ بوده گنگ. خدا بوده نگاه کنید استایلا رو. بچه اینجا واقعا برخلاف انتظار خیلی بزرگتر از چیزی که فکر کردم. خیلی بزرگتر. یعنی تو اینترنت شاید من 10 تا عکس دیده بودم گفتم خب یه تیکش میریم میبینیم دیگه. خیلی بزرگتر از چیزی که فکرشو می‌کردم. بعد اینکه حالا الان از اون قسمت کشتی اومدیم بیرون مثل همون قطار که دیدیم میریم کشتی ها رو توی واقعیت ببینیم که چقدر بزرگ بودن و چه عظمتی داشت. و بله بچه اومدیم قسمت فضای باز. اینجا حتی مغازه ها هم اومدن به شکل قدیمیشون درست کردن که دکور مغازه های قدیمی چه شکلی بوده. نکنید مثلا یه دارخونه بوده اینجا نمیدونم چی بوده ولی همه مغازه ها این شکلی بوده. این هم یه ماشین فوق العاده خاص. حالا سراغ ماشین بعدا میریم ولی اصل مطلب رو بچسبید اینجا. به به. قایقا رو ببینید اونجا همه کوچولو موچولوها بودن. اصل داستانه اینجاست. چقدر بزرگه این. فکر کنم بشه داخل این را رفتید. زد ببینم اینم مثلا فیلماش بوده شما کنید. زمان قدیم چجوری استفاده میکردن از این. 15 تن بوده 17 متر طولشه. 2 تا 115 تا هم اسب بخارشه. چقدر زیبا بوده. خلاصه دمتون گرم بچه‌ها تا اینجا ولاگ همراه من بودید. امیدوارم کلی لذت برده باشید. اینا رو بهتون نشون دادم چون واقعا خودم من برای اولین بار اینجا میام و این حس رو با شما به اشتراک میذارم. خیلی حال میکنم. پس تا اینجا ویدیو که اومدید حتما لایک و سابسکرایب رو بزنید. نظر بدید که تا الان کدوم قسمتاشو دوست داشتید تا برسیم به قسمت اتومبیل و خودروهای کلاسیک که اونجا قطعا مطمئنم خیلی اونجا رو دوست دارن ولی خیلی هم مثلا طرفدار قطار و لوکوموتیو و نمیدونم قایق و کشتی اینجور چیزا. پس خلاصه حتما نظرتون رو بنویسید. دمتون گرم. بریم سراغ قایق‌های بعدی. نگاه کنید از زمتون این چیه اینقدر گنده است. بریم اون بالاتر ببینیم اونا رو بهتون نشون بدم. و بله اینم بزرگترین کشتی که فکر کنم داخل موزه است. نگاه کنید چقدر پله باید بخوره تا ما برسیم به ورودیش. کنید زیرشه. خیلی برام سواله که این چند تونه. واو. وای فکر کردم اون یارو آدم وایساده اونجا. این قایق چقدر شبیه به اصطلاح قایق ماهیگیری میخوره تا قایق چیزای دیگه. میگم مسافربری آره 100% قایق ماهیگیری چیزیه. ببینید چقدر بزرگه توش. حالا ماهیگیری هم نباشه چیزی شبیه اون چیزاست. مسافری اصلا بهش نمیخوره. ببینید داخلشو. اینم از این. اصل کار رو از این بالا ببینید بچه‌ها. اصل کار رو از این بالا ببینید. وا. اینم فکرشو نمی‌کردم این قایقای قدیمی تو آب باشن بخوام بهتون نشون بدم. چقدر خوشگل این تصویر. چقدر قشنگه. نکن این الان قایقای قدیمی ان الان قایقای جدیدن که داره میره. اون قایقایی که الان همه استفاده میکنن. اینا قایقای قدیمیه. و بچه‌ها الان قایق بزرگ پشت ماست. خب حالا جلوی من یه صحنه فوق‌العاده زیباست که بهتون میخوام نشون بدم. همین قایقای قدیمی که دیدین تو آب. ببینید چقدر خوشگله.
فکر نمی‌کردم مثلا توی آب باشه. حالا قبل‌تر هم گفتم اصلا این قایق‌ها بهشون نمیخورد تو آب باشن، ولی مثل اینکه هستن. و از اینجا میشه فهمید که از این یه تیکه نکنید، از این یه تیکه این قایق‌ها رو آوردن گذاشتن اینجا. مفهوم به قایق هم نمی‌خوره ولی در کل بریم جلوتر از نزدیکتر ببینید. و هوا هم بارونی اینجا. اوه اوه چقدر قشنگه باشه. نگاه موتورهای قایقاست اینجا. فقط چون نزدیکترین جایی که میتونیم به این قایقا بریم همینجا، دیگه بیشتر از این نمیشه رفت. و دو تا قایق دیگه هم اینجاست که از این جلو دیده نمیشد. این دوتا اسم قایق سلطانه. همه بیرون میگن سلطان اینه. نکن این در برابر این هیچی نیست. نگاه کنید چقدر خوشگله. اینم خیلی خوشگله. حالا این قایقای قدیمی بوده، اونم قایقای قدیمی بوده و این موزه هم از اونی که چسبیده به آب. و اون جلوتر نگاه کنید این قایقای جدیده که مسافربری الان رو با این قایقا انجام میدن. و اینم منظره زیبای استانبول. بذارید برم جلوتر. اینم منظره زیبای استانبول فقط. بچه‌ها راجع به این کشتی‌ها شما فکر کنید که این کشتی‌هایی که اینجا الان می‌بینید یا اون لوکوموتیوهایی که ما دیدیم، خب قلب صنعت بودن یه زمانی. قلب صنعت دریایی، صنعت زمینی. چقدر آدم جابجا می‌کردن و برای اون موقع یه چیز فوق‌العاده خفنی بود. الان ما به اصطلاح تو دسترسمون همه چی هست. قطارهای جدید، نمیدونم کشتی جدید، ماشین جدید. ولی شما حساب کنید همین ماشینی که سوار میشیم از اولین استارتش از کجا بوده و مردم قبلش چیکار میکردن. واقعا اینجور جاها رو میبینی کیف میکنی که میبینی صنعت چجوری کم کم توی 100 سال اخیر، 200 سال اخیر اینقدر رشد خفنی داشته. حالا الان کم کم داریم میریم سراغ قسمت اصلی و بچه‌ها دیگه خب صاف ببرمتون قسمت اصلی ماشین و سوپر اسپورت و کلاسیک و هر چی از این دیگه بهتون نشون بدم. خودم هم دیگه نمیتونم تحمل کنم. مطمئنم شما هم کلی صبر کردید واسه این و بریم که من بهتون نشون بدم. حالا دنبال اینم که دقیقاً ورودیش کجاست. بریم صاف اون قسمت رو بهتون نشون بدم. و بچه یکی از زیبایی‌های موزه اینه که الان می‌خواستم برم قسمت ماشینا. خب یکی از زیبایی موزه اینه که جوری چیدن راه رو، جوری وسایل رو چیدن، جوری ماشینا رو چیدن که شما به اصطلاح انگار پا میذاری تو تاریخ. یعنی از زمانی که یکی به فکرش افتاده یه چیز چهارچرخی تولید کنه تا الان که خفن ترین ماشینای جهان داره تولید میشه، اینجوری به ترتیب چیدن. حالا منظورم رو توی ویدیو به ترتیب مثلا نکنید از اینجا سه چرخ‌ها شروع میشه. حالا من دوربینو برمیگردونم بهتون بکنید. از اینجا مثلا سه چرخ‌های مختلف شروع میشه. حتی جوری بوده که مثلا اونجا یکی میشسته، حالا اسبی کسی اینجا بوده اینو میکشیده. میبینید حالت‌های مختلفه. جا اسب هم هست، اینا درشکه، کابین دارش مثلا شیک‌تر. نگاه اینا ماکتشن، اینا هم واقعیشن. ببینید اینا ماکتشن. مثلا اینو میبینید این شبیه چیزه، شبیه اسم خوبی داره، درشکه شرش بود. خب به اونو بزن. بکنید این درشگاه های کروکه کلا بازه. این درشگاه های مختلفه. انواع اقسام مختلف داره، کوچیک بزرگ. و اینجا میرسیم فکر کنم به دوچرخه. آره ببینید این دیگه چی بوده؟ دوچرخه چهارچرخ بوده چی بوده؟ این چه دوچرخه های عجیب غریبی که اینا رو سوار میشده. و شما این تایر چوبه چیه؟ چوبه یه چوب رو میرفتن قبلا مثل این که. آره دیگه تیوب نبوده که. ببینید اونو نگاه. وای از اینا که چارلی چاپلین بود کی بود اینو سوار میشد. نگاه کنید واقعا واقعی نیستین. یا نوشته چه نمیدونم بغل ببینید بچه‌ها کلا اینقدر. و اینو ببینید چقدر بزرگه. اینجا کلا تاریخچه دوچرخه است. دوچرخه های کجا اومد و اینا. در واقع ماکت های ماشین قدیمی بچه‌ها.
شاید قشنگه. البته این فکر نکنم ماکت ماشین باشه، یه چیزی مثل هم آره اسباب بازی بچه‌ها چی میگن الان ماشین شارژی های الان هست، همونه فقط قدیمی هاشه. می‌بینید من فکر کردم ماکته. اینجا نوشته چوجوک آرابالا. اینم موتورهای مختلف اینجا می‌بینید کلا این قسمت قسمت موتوره. بچه نکنید این دو ترک بوده قشنگ. نکن حتی واسه کسی که این پشت میشستن کمک فرنگ گوشن که یارو قشنگ بالا پایین میشه چیزیش نشه. بعد الان میشینید 2 متر میره هوا. ببینید مدل مختلف مثلا این مدل خفناش رویال 1935. ببینید اینا مثلا مدل تاپ بوده، اون مدل پایین‌تر بوده. این 100% مدل مسابقاتی بوده و برای کی بوده؟ بیموتا 1979 ساخته ایتالیا SP2. چقدر 90 درجه شهر صافه ولی والا این لگن اینجا جاش همه میان اینجا تاریخ رو میبینم. من دنبال اینو که یارش جا میشه جا نمیشه. کیلومتر میشه. آقا الان نامردی نکنی. الان اومدم بگم فرمون این کجاست. اول فکر کردم کندنش، بعد دیدم این پایینه. یا مارکت های همه کسایی که موتور بازن عشق کنید عشق. این مثلا موتور آمریکایی 100% دیگه. آره مارکت هاست. مارکت ها رو نشون بدم تا برم سراغ این مکان. آره یک عشق کنید USA امریکن 1992. این 100% الان هم بد باشه، حتی اونقدر قدیمی نیست. 1992 یعنی 30 سال دیگه. این هم همینجور 1997. این واسه 28 سال پیشه. این هم سیستم اتو سوار است. بچه من قصدم اینه زودتر شما رو برسونم به ماشینا، ولی هی وسطش چیزای قدیمی و خفن مثل موتور و ماشینا قدیمی رو میاره که نمیرسم که ماشینا رو بتونم شده. الان ماشینا جدید اون بره خب یه نگاهی انداختم، ولی ماشینای قدیمی رو ببینید اینجا. کلاسیک بازا کجا؟ اینجا ویدیو رو ببینید. کلاسیک بازا کجایی؟ بیاد ببینید. سلطان جگوار اگر اشتباه نکنم. آره چقدر گندن. اینا فکر کنم جگوار یا شورولت. اینا جگوار 1957 وی سالن انگلستان. این چیه؟ نینوکون آمریکا 1948. چقدر خوشگل و بزرگه. چرا نمیدن دیده میشه بزرگیش کنن. نکنید نکنید ابعاد اینو. این رویز ها ابعادش نگاه. من وایستادم یکم دیگه این بالاتر باشه همقدر من میشه. ابعادش ببینید. اینم همونه یه رنگ دیگه. و سلطان همشون بچه رویز رو ببینید چقدر گنده است، چقدر بزرگه. واو. این جلوشو هنوز که هنوزه حفظ کرده. این مثلا برای قدیم بوده. ببینید حالا همه مثلا جدید شدن ولی کابینای قدیمی به شکلی بوده. حاجی یکی میزده به یکی میمرده. 1938. اینم شورولت 1935. ببینید چهره رو چه بوده ولی قشنگ. توی این میبینید که چقدر حتی تو طراحی بیرونش هم باشه لاکچری بودن میباره نسبت به این. شاید نظر من باشه ولی احساس کنم خیلی خوشگل تر از اینه. اینم حالا ماشین آتش نشانی میده میکنم. آره ببینید ماشین آتش نشانی قدیمی من تا حالا ندیده بودم. چه باحاله. چوبیه اونا چوبیه. اون بالا چوبیه. این ماشین آتش نشانیه. این چیه؟ این حالت خریدطور بوده. آره میگروس بیزنسی دکانه 1930 توی اسویچه سوئیس اگه اشتباه نکنم. فورد تی تی این مدل فورد تی تی. این فورده. البته اسمش هم از میگروس که میومده کالا میفروختن مثل همین فروشگاه الان ولی مثلا قابل هم بود. بچه حالا من اومدم جلوتر که کامل از این ور نشون بدم. این 4-5 تا کلاسیکی که موندن هم نشون بدم بعد بریم سراغ ماشینای مدل. ولی یه چیزی میخوام اینجا بهتون بگم شما هم دقت کنید. الان به عنوان کسی که من مثلا حالا تاریخ و اینجور چیزا رو خوندم خب الان هیچ یادم نمیاد و به اصطلاح نه تاریخی میدونم الان نه مثلا چیزی یادمه.
ولی فقط با نگاه کردن شما میتونید بفهمید که چقدر صنعت خودرو، صنعت قطار، صنعت هواپیما، همه اینا سال به سال داشته پیشرفت کرده که تا به اینجا رسیده. الان اینکه 2025 هستیم و حالا خودتون توی ویدیو الان نگاه کنید، الان بهتون نشون میدم. نگاه کنید این الان ظاهر بالایش رو نگاه کنید مثل همون لوکوموتیو هایی که اونجا دیدیم، مثل یه قطاره. ولی پایینش رو نگاه کنید اومدن چرخ اضافه کردن، اونجا نگاه چرخه. حالا این به اصطلاح تو نگاه اول حالا میگه آقا شبیه تراکتوره، شبیه ماشین قطاره، چی اصلا معلوم نیستش. ولی همینجور که نگاه میکنید میبینید مثلا اینجا هم ماکتاش هستش. همینجور که دقت میکنید انگار مثلا از حالت لوکوموتیفا به فکرشون افتاده که بیان عوضش کنن، یا شاید هم مثلا یه چیز دیگه باشه. میبینید این آره مثلا لوکوموتیو هم که نمیخواستن سراغ ماشین برن، اینجا فیلماش هست یه چیزی مثل همون ساخت تراکتور بوده. اینا لوکوموتیو اومدن ترکیبش کردن نکنه این همونایی که آسفالت میکنه و نمیدونم زمین رو به اصطلاح غلطک میندازه اینجور چیزاست. میبینید اومدن روش ماشینای صنعتی زدن، یعنی ترکیب زدن، فکر کردن. حالا میگم نکن من هیچ نگاهی به تاریخ ندارم که راست یا دروغه، ولی از ویدیویی که اینجاست معلومه که آقا اومدن لوکوموتیوها رو ترکیب کردن، فکر کردن، نوشتن ایده‌هاشون رو نوشتن، اومدن انجام دادن و به اینا رسیدن. نکن باز میگم به عنوان کسی که هیچ نمیدونه شما از چیزهایی که اینجا هست میفهمید که آقا اون لوکوموتیو اومده ترکیب شده با اینا و ماشین صنعتی درست شده. حالا اگه اشتباه کنم ماشین صنعتی باشه و اینجا هست دیگه. این ماشین غلطکی، اون جلوتر هم شبیه تراکتور بود و این طرف هم دیگه ماشین کلاسیکی که اینجا اومدن ماشین کلاسیک رو درست کردن. میبینید چقدر خوش آدم باورش نمیشه. مثلا اینا یه زمانی چیز بودن، توی خیابونا بودن. 1922 فرانسه. اینو ببینید این چیه؟ این قیافه‌های قزمیتی داشتن. بیو که اگه اشتباه نکنم یو اس ای 1924 یو اس ای حساب کنید همچین چیزی میرفته بیرون یه زمانی. یا این چیه خونه است کاپوتش شما نگاه کنید طرف واقعا به فکر خود این شبیه مینی بوستور فکر کنم چیه. ولی میبینید اینجا نوشته هرچه دقت کنید حتی اینو همه رو جک زدن، همه اصلا رو جکن، همه‌شون رو جکن که اصلا رو زمین نباشه لاستیکشون. حالا به خاطر کمک فنر چیه هر چی هست ولی همه‌شون رو جکن. اینم هست فورد 1926 باس بوده. آها این اتوبوس بوده مثلا. این مثلا اتوبوس بوده. میگم این قیافش ماشینه میخواد. این ورودیش کجا بوده اتوبوس بوده؟ حتما از اینجا میرفتن یا از اون ور میرفتن. این اتوبوس زمان قدیم بوده. اینم فیاته که هنوز داره ماشین میزنه. 1928 فکر نمی‌کردم فیات هم میزده قدیمی باشه فیات. اینم فورد. ببینید لوگوشو فورد 1930 1927 رنگا رو ببینید شما چقدر خوشگلن بچه‌ها. حالا بچه چیزی که واسم خیلی عجیبه که اصلا من پورش ندیدم اینجا. حالا به اصطلاح پورش هر چیزی که هست من اینجا ندیدم. پورش هم بالاخره برند فوق‌العاده قدیمی و کهنیه. دنبال اینا میبینم پورشه پیدا میکنم اینجا یا نه. این ون برای 1917 گیری ساخت آمریکا. جلوش که اصلا اعتقادی به شیشه نداشتن دیگه. ببینید همه رو داشتن کم کم کشف میکردن. الان اونجا جلوتر که این ور بود اینا این پشت بهتون میشه بود میبینید شیشه داشت حواسشون بوده چی به چی به کی. اون چند بود 1930 بود اگه اشتباه نکنم. این چنده 1917. یعنی تو 13 سال که فهمیدن آقا مثلا جلوش این سبکی رو بعد درست کردن، نه این شکلی. همه پدالش بیرونه، همه آیتماش بی دندش بیرونه. مثلا یارو اینجا نشست بعد دلار میشد عضلات شکمش یارو سیکس پک در میاد توی سال. نگاه کنید آخه دندش این پایینه و خود یارو بالاست. اینم یه طرح دیگه. آه همون میکروس هست. حالا دیگه نگاه کنید الان این قسمت رو بریم دست چپ، بریم بچه‌ها سراغ ماشینای ما. بزنید که بریم.
بچه این مرسدس رو من تا حالا ندیده بودم. نگاه کنید چقدر پهن جلوش، نمیدونم دیده میشه یا نه. نگاه کنید خیلی پهن جلوش و خیلی عظمت داره. مخصوص پیست دیگه، اون پشت هم تو نوشته مخصوص پیسته. فوق العاده پهنه، 2 برابر پهناش. پهناش 2 برابر یه ماشین عادیه و یه ماشین خاص دیگه که اینجاست. ببینید فورد جی تی. به به به. روخو نگاه کنید شما، خیلی خوشگل تر از چیزی که بچه توی اینستاگرام میبینید. خیلی خفن‌تر، تولید 2017 خیلی خفن‌تر از چیزی که توی مثلا الان ویدیو دارید می‌بینید. نگاه کنید این ماشین به احتمال زیاد تولیدش متوقف شده، ولی شما جزئیاتی که از این ماشین میتونید ببینید نگاه کنید بچه‌ها. کنید داخلش رو بهتون نشون بدم. فورد جی تی، اینم یه فراری کروک قدیمیه، سالش رو نمیدونم، حتما خیلی قدیم، 1987. نگاه کنید کروک بوده، با این اون موقع میرفتن عشق بازی. فوق العاده است. مثلا کفم برید این ماشین رو دیدم بچه. وای من، وای من. هایپر دوج وایپر، بخشید هایپر چی؟ دوج وایپر. واو پسر، واو بچه ببینید لامبورگینی. وای خدا، اینا جز نسخه های خیلی قدیمی هم. جزئیات رینگو ایزوشو میبینید کناره، رنگ این لامبورگینی زیبا رو ببینید. اینم قطعا لوتوس باید باشه. آره اینم لوتوسه. فکر کنم لامبورگینی سال 2000، میدونم 1998. آره نگاه کنید لامبورگینی، لوتوس، اون ته مازراتی، دوج وایپر. واو خدا وکیلی عالی اینجا. عشق عشق. نگاه کنید توشو. بچه اینو نزدیکتر نمیشه رفت، ولی همین جایی که هستم ارتفاعش قشنگ تا یه ذره بالاتر از لگن آدمه. یعنی به کمرم به زور میرسه. حالا الان مدل قدیمیشه، مدل جدیدش خیلی پایین‌تره. اینم لوتوسه. من مدل اینو نمیدونم. مدل اونو لوتوس نیست بچه، این سازانه. سازانه به ساخت ترکیه است یا من اشتباه خوندم یا اولین بار دارم میبینم. این مازراتی هم که ماشاءالله زیاد دیگه مازرات گرند توریسمو 2024. بریم سراغ خفن ترین ماشینی که یه ماشین باز میتونه تو زندگیش ببینه. این شما و این تویوتا سوپرا. اینجا جزئیات شما نگاه کنید. واقعا تو همین ویدیو میگم آرزو میکنم تک تک رفیقایی که این ماشین رو ندیدن، مخصوصا یعنی بالش رو شما فقط نگاه کنید، تک تک کسایی که این ماشین رو ندیدن از نزدیک ببینن و زمین تا آسمون کل فکرشون راجع به ماشین ژاپنی عوض میشه. یه سری هستن میگن ماشین آمریکایی، ایتالیا، اینجور داستانا. هر کشوری سلطنت خودش داره تو صنعت خودرو، ولی این ماشین چیز دیگه است. این ماشین مینیمم واسه 40 50 سال پیشه و هنوز که هنوز رو خوشو داره. ببینید اینجا زده اعتراض 40 50 چیه، 20 سال 30 سال. نها کنید رو خونه کنید فیبر کربن روش، اسپویلر پایین، از این زاویه ببینیدش. واو بذار واو. و بچه ها اینم از نمای دور این ماشین خفن. یعنی
واقعا گفتم آرزو میکنم هر کسی این ماشین از نزدیک ببینه، کلا نظرش نسبت به ژاپن عوض بشه. تازه ژاپنی که واسه 20 سال پیش این بوده، انقدر خوشگله که نمیتونم بهتون بگم واقعا. حالا نگاه کنید، مقایسهش میتونیم کنید با فراری. نگاه کنید الان این فراری هم برای مثلا 10 سال قدیمی تر از اینه به اصطلاح، ولی شما از لحاظ ابعادی اینو نگاه کنید. بذار از کنار بهتون نشون بدم. ببینید یه فراریه، فراری جی تی اس، یه فراری جی تی اس در مقابل تویوتا سوپرا. بله. نگاه کنید ابعادی و استایلشون رو چقدر خفنه. ببین واقعا اون زمان هر کسی اینو سوار شده معلوم بوده یه خودروی لاکچری خیلی گرون بوده، ولی این قشنگ نشونه بارز یه ماشین باز خفنیه. خیلی از خانوما شاید اینو نشناسن اصلا چه ماشینیه چه برندیه، حتی لوگوش هم جلوش نیستش چون اسپورت شده، ولی تک تک پسرای این ماشین رو میشناسن، حتی اون کسایی که آمریکا باز و ایتالیا باز و نمیدونم کشورهای دیگه عشق میکنن. اینم بچه‌ها ماشین دیگه از پورشه. چه گوگل این پورشه چیه این مدل 356 بی، چقدر خوشگله. اینم جگواره، چقدر کاپوتش بلنده بچه، میبینید بنزه نصف پورشه فقط کاپوت داره. اینجا رو ببینید فیات، فیات های کوچیک این ماشین ها، من به اینا میگم ماشین مستر بین بچه. وای ماشین مستر بین رو نگاه کنید، من اصلا برندش رو نمیدونم چیه. موریس 1960 مینی، آها مینیه، مینی کوپر. میگم موریس چیه دیگه. تو ماشین مستر بین بوده این. و یه سلطان و عظمت دیگه، مرسدس اسل، این اسل 300 و جالب اینه که پلاک هم هستش. این ماشینا بچه‌ها توی مدت زمان مشخص اینجاست، همیشه اینجا نیستش. سر همین گفتم تا آخر ویدیو باشید و لذت ببرید. می‌بینید اون داخل چمدوناشو می‌بینید؟ من فکر کنم یه مدل مثل همینم توی ایران هست. خلاصه بچه‌ها به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم واقعا لذت برده باشید از این ویدیو. اگه از این سبک ویدیوها دوست دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. حتما حمایت کنید منو، لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما کامنت هم بذارید. خیلی خوشحال میشم نظر تک تکتون بدونم و در آخرم یادتون نره حتما بنویسید که کدوم قسمت موزه رو بیشتر از همه دوست داشتید. خداحافظ تا ویدیو بعدی، فعلا بچه‌ها.